دوغو وقت هست رفتیم بازی شروع بشه تماشاگران عزیز. این بازی رو به طور مستقیم به شما شهر میدیم عمل مهرآور کشور پیدا کن حیات سویشکی دوار ضربه مستقیم از جانب علیشیر جلیلов فرصت برای استحقاق این زمان در بازی افتی تو منال معبا باشد در هفته موسم شد بازی بواری بخششون میدید. Havadani Kamolov guzarishi asli sur'at parto ba jarimagoh. Alisher Jalilov to'p ro durtar man kardi az khud. Zarba suyi darvoza az janibi Ehson. Jalilov zinjost. Omodagi binan. Manucher zarbai to'p nokiu barmegardonad Gritsenko. Jozeba Komadi parto ba Aydan Okran mediadu Xolmurod Nazarov. امیرجان سفارov بسیار مبارزه خوب میبرد. گزارش امیرجان سفارov بسیار خوب حرکت دارد. حمله‌آوری روشن نیکولو. امیرجان باید پاس بدهد بر وقت‌تر. امیرجان پاس در کار بود. ضربه و گل. گل است. تماشاگران عزیز باور نکردنی. امیرجان سفارov متخصصی استقلال است. پس از برآمدنش به میدان توانست که بخشی ورزشگاه میرود که مخلصان روشن قرار دارند. واقعا میدان به وجد میآید. تا آخر با توپ ماند. با احتمال زیاد به دل خود باوری داشت که میتواند این حالت را حل و فصل نماید. همه شرط پس پرتاب خولمراد نظرov شروع شد. خولمراد نظرov پسی گلوار انجام داد و صادق جان قربانov اینجا در مبارزه ناکام گشت. عقیب موند از رقیب. از چوش اصراف هم گذشت و گوشه دوری در اوزه توپ رو روان نکرد امیرجان سفارov. باور نکردنی که چقدر خوبی حالت را به کمدی. باز یک عکس هجوم از طرف چپ پیش یاد است. امیرجان سفارov توپ را به همون طرف روان میکند. فتح‌الله علیمزاده فتح‌الله در داخل جریمه‌گاه میگذارد. فتح‌الله پرتابی او باز گل و این گل دوم است. تماشاگران عزیز چه شد به استقلال من فهمیده نمیتوانم. گل دوم به اشتباه را میدهند دفاعگران. موفق میشود فتح‌الله علیمزاده دو نفر که عوض کردند در میدان توانست که علاقه سهمی کلان گذارند در این دیدار. فتح‌الله علیمزاده بسیار زیبا میگذارد از رقیب. از یک نفر گذشت پس از پرتاب اجرا کرد. تو به پای تبریز رسید. بله به پای تبریز رسید. این هفته گل نیست مگر اما چقدر آسان از انجام کرد. با این کارت زرد دوم است برای این بازیگر. کارت سرخ 10 نفره میموند اکنون روشن. بازی واقعا اینجا کارت زرد بود. تماشاگران عزیز جای شبهه نیست. نباید اینجا بحث کرد بود داور. قرار علیشیر جلیلov پرتاب به جریمه‌گاه ضربه سوی دروازه و گل. اکنون استقلال توانست که حداقل با دروازه روشن یک گل را زند. در دوام قلف کرده بود و نمیگذاشت که استقلال یک گل زند و شروانی و بچویف توانست که این طلسم را شکند و نهایت توپ را وارد دروازه روشن گرداند. یوگنی گریتسنکو یک قدم پیش گذاشت که خطا هم بود فکر میکنم. پرتاب علیشیر واقعا خوب بود و از نزدیک خولمراد نظرov گل میزند. شروانی مبادشوی علی جان پرتاب با جریمه‌گاه گریتسنکو خطا میکند و دروازه خالی است. با ضربه دقیق نیست از سوی علی جانی عینی. نبودید که با توپ رسیدن نمیتواند با جای خود برگشت. حمدانی کمالov بسیار خطرناک است این بازیگر. پنالتی نیست. پنالتی نه اینجا خودسرانه افتیش کرد با خواهش. حمدانی کمالov توپ رو هوا میداد به جریمه‌گاه. امکانیت عریضه برای سدریک گوگوا. یک پرتاب دیگر
از کنار مقابل باز هم در بازافت تو بازیگران استقلال هستند. ارسال توپ از جریمه‌گاه. علیشیر جلیلوف با توپ است. تا میخواهد و ضربه او برطرف کرده میشود، اما هجوم همانا ادامه دارد. علی جان عینی، گزارش علی جان، ضربه میزند علی جان عینی و توپ از پالوی دروازه میگذارد. تمام، صدای اشتکی دوبار بلند میشود. ما شاهد زنده این تاریخ هستیم در لیگ اولی تاجیکستان. گل های دسته روشن را خوبتونه که از ساعت ذخیره با میدان وارد